به نام خدا، سلام. تو این برنامه میخوایم خرید از سایت سیندرلا کالا رو آموزش بدم. تو صفحه اصلی لینک سایت رو گذاشتیم. روی لینک کلیک میکنید. احتمال داره به خاطر کندی اینترنت یه خورده دیر باز بشه. کمی تحمل داشته باشین. صفحه اصلی که باز شد، تو این قسمت فروش ویژه گذاشتیم. خیلی عالیه، طرح‌های خوبی داره، جایزه خرید داره. حتما مراجعه کنید که از شرایط مطلع بشید. گوشه پایین سمت راست روش کلیک کنید. دسته‌بندی که مد نظرتونه انتخاب کنید. من صابون‌های گیاهی رو انتخاب کردم. 9 تا صابون گیاهی داریم. همزمان شما میتونید اینجا از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشین و در مورد پوستتون کامل توضیح بدین و از ما مشاوره بگیرین. صابون آلوورا رو میخوام، روش کلیک میکنم. افزودن به سبد خرید رو میزنم. 1 عدد یا بیشتر. من 2 عدد میخوام. افزودن به سبد خرید رو زدم. وارد سبد خریدم شد. کلید برگشت رو میزنم. صابون زردچوبرم انتخاب میکنم. از اون 3 تا میخوام. افزودن به سبد خرید. برمیگردم. دسته‌بندی رو عوض میکنم. آرایشی و بهداشتی. آبرسان رو میخوام. پیش‌فرض 1 عدد هستش. من همون 1 عدد رو اضافه میکنم. برمیگردم عقب. فیس براش 2 عدد فیس براش انتخاب کردم. مشاهده سبد خرید رو بزنید. اینجا لیست محصولاتی که انتخاب کردین با تعداد و قیمتاشون نوشته شده. تصور میکنیم شما میخواین یکی از محصولات رو کلاً حذف کنید. صابون آلوورا گوشه سمت چپ یه ضرب داره که رو اون ضرب کلیک کنید کلاً اون محصول حذف میشه. تصور میکنید شما میخواین یکی از محصولات رو تعدادش رو کم کنید یا زیاد کنید. صابون زردچوبه رو من میخوام 4 تا باشه. اینجا قیمتش تغییر نکرد به خاطر اینکه هنوز بروز رسانی نکردیم. اول اصلاحی ها رو انجام میدیم. آبرسان 1 عدد میخوام 2 تا باشه. فیس براش 2 تاست. یکی ازش کم میکنم، میخوام 1 باشه. الان بروز رسانی رو میزنم. سبد بروز شد. ادامه جهت تصفیه حساب. مشخصاتتون اینجا کامل وارد میکنید. نام خانوادگی، استان، شهر، روستا تشریف دارین، اسم روستا، مابقی آدرستون هم مینویسید. دیگه لازم نیست اسم شهرتون، استانتون رو اینجا بنویسید. کد پستی، ایمیل، شماره همراهتون رو حتما بنویسید. سعی کنید ایمیلتون رو بنویسید به خاطر اینکه بعد خرید به صورت اتوماتیک فاکتور خرید براتون ارسال میشه. میخواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید؟ بله، البته باید ایمیلتون رو وارد کرده باشید. با این گزینه کاری نداشته باشین. حمل و نقل این برای سفارشات خارج کشوره. سفارش شما به این صورت فاکتور شده. هزینه حمل و نقل 15,000 تومانه. به خاطر اینکه شما خریدتون بالای مبلغیه که ما تعیین کردیم برای ارسال رایگان ارسال میشه. ثبت سفارش رو میزنید و وارد درگاه پرداخت اینترنتی میشید. تو اونجا هم شماره کارتتون رو وارد میکنید. درخواست رمز دوم میکنید که پیامکی براتون بیاد. وارد میکنید و خریدتون ثبت میشه. روز خوبی براتون آرزو داریم.